و ما در این قسمت برنامه به آلمان میریم. گفتگویی داریم با آقای سهراب مختاری، پسر محمد مختاری، نویسنده عضو کانون نویسندگان که در تصفیه‌های روشنفکران در ایران در آذر ماه سال 1377 روبوده شد و به قتل رسید. آقای مختاری درود بر شما. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان گرامی شما و ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار دادید. خواهش میکنم. آقای مختاری، امروز شما تظاهراتی ترتیب دادید در آلمان و روبروی سفارت جمهوری اسلامی. هدف از این تظاهرات چه بود؟ بله، جمعی از جوانان و دانشجویان ایرانی در آلمان امروز از ساعت 13 برنامه ای رو در برلین برگزار کردیم که به صورت راهپیمایی به سوی سفارت جمهوری اسلامی آغاز شد و تجمع در برابر ساختمان سفارت ادامه پیدا کرد. علت این برنامه اعتراض ما به کودتای احمدی نژادی در ایران، همینطور اعتراض به سرکوب‌های شدید و وسیع و وحشیانه نیروهای امنیتی و پلیس جمهوری اسلامی در این یکی دو روز بود و همینطور اعلام همبستگیمون با مبارزات و اعتراضات مردمی در ایران که همواره ادامه داره و امیدوارم که به نتایج خوبی برسه. آقای مختاری، چند نفر در این تظاهرات شرکت کردند؟ در این تظاهرات طیف‌های وسیع و گوناگونی از فعالین سیاسی و بخصوص جوانان دانشجو و فعال برلینی و آلمان حضور داشتند. همینطور شخصیت‌های برجسته سیاسی ایرانی و آلمانی حضور داشتند که از میان اونها میتونم به خانم کلاودیا روس، عضو حزب سبزهای آلمان و نماینده حقوق بشر پیشین دولت آلمان اشاره کنم. بله، به عقیده شما آقای مختاری اینجور تظاهرات و به خصوص خب در خارج از کشور چه تأثیری میتونه داشته باشه در پیامدهای انتخابات؟ در واقع تأثیر اینجور تجمعات میتونه بسیار زیاد باشه، با خصوص تجمعی که ما امروز برگزار کردیم تقریبا از بهترین و معتبرترین رسانه‌های تلویزیونی، رادیویی و روزنامه‌ای آلمانی اعلام شد. دربارش گزارش‌های متفاوتی نشان داده شد در تلویزیون ARD، کانال اول، کانال در واقع تلویزیون آلمان 5 دقیقه درباره موضوع ایران و بخصوص درباره تظاهرات ما در برلین برنامه ای رو نشون داد در تلویزیون و همینطور تونستیم که خبر کودتای آقای احمدی نژاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای رو به گوش مخاطبین خودمون در اینجا برسیم. آقای مختاری، واکنش سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان چه بود؟ سفارت جمهوری اسلامی از آغاز کل برنامه ما رو فیلم برداری کرد و همینطور برخی از کارمندان اون مدام تظاهرات ما رو، تجمع ما رو تماشا می‌کردن و خیلی جالبه که پسر یکی از کارمندان بلندپایه سفارت به بیرون از سفارت اومد و به بخشی از تجمع ما پیوست و حتی مصاحبه‌ای هم با رویترز انجام داد و بعد دوباره به سفارت رفت. گویا از بخشی از تجمع ما دفاع کرده بود این آقا. البته من نمیدونم چه سرانجامی با خانواده خودش و جمهوری اسلامی خواهد داشت. آیا برنامه دیگه هم برای آینده نزدیک ترتیب دادین؟ دوباره تجمعی؟ این برنامه‌ای بود که خیلی سریع ما در واقع اون رو تدارک دیدیم. دیروز به این نتیجه رسیدیم که این کارو بکنیم و تونستیم امروز 300 نفر اونجا جمع بکنیم. ما اعلام کردیم در اون برنامه که این آغاز کاره، به خاطر اینکه دولتی که 4 سال با دروغ و فریب بر مردم ایران حکومت کرد و تورم 25%، فقر بسیار، بیکاری و تمام فجایع جامعه ما رو به بار آورده و بدتر کرده، 4 سال دیگه میخواد با دروغ و فریب زیر حمایت رهبر خودش آقای خامنه‌ای به حکومت خودش ادامه بده و ما تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی هست ما ساکت نخواهیم نشست و در برابر اونها اعتراض خواهیم کرد. بله، آقای مختاری از آلمان، خیلی تشکر میکنم که در این برنامه شرکت کردید. خواهش میکنم. منم از شما و بینندگان گرامیتون ممنونم. ممنون.